بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين. ای خدا، مرا در این روز برای روزه و اقامه نماز یاری کن و از لغزش ها و گناهان دور ساز و ذکر دائم نصیبم فرما. به حق توفیقات خودت ای رهنمای گمراهان.